محبت خدا آمد پیر و جوان کار ندارد، ثروتمند و فقیر کار ندارد، چوپان و دهقان کار ندارد، هیچ کسی نمی عالم کار ندارد. وقت محبت الله در هر دلی که کار کند عاقبت هم نشین به یار کند. وقت محبت الله آمد تو را رفیق خدا میگرداند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید ما با چند تا رفیقا و دوستای خود رفتیم به صحرا به خاطر سیاحت. هوا گرم بود، هوا داغ بود، سوزان بود. رفتیم ما در جای نشستیم، دسترخوان هموار کردیم برای غذا خوردن که ناگاه چوپان را دیدیم که از دور نزدیکتر و نزدیکتر می شود و ما نزدیک شد. دیگه وقتی چوپان به ما نزدیک شد برش گفتیم که بیاین تشریف بیاورین در اطراف دسترخوان ما با ما غذا بخورین. میگه چوپان برای ما گفت که انا صائم، من روزه دارم. چوپان در هوای گرم، در هوای سوزان گفت انا صائم، من روزه دارم. میگه برش گفتم که در این هوای گرم روزه گرفتی؟ گفت روز قیامت روز سخت است، روز قیامت روز بسیار گرمی است. روز قیامت صحرای محشر آنقدر هوا گرم می شود که رسول خدا می فرماید صلی الله علیه و سلم بعضی ها عرقشان تا پاشینه های پایشان، بعضی ها عرقشان تا زانوهایشان، بعضی ها تا کمرشان، بعضی ها تا گلونشان، بعضی ها به عرق خود غرق هستند، مثل که داخل یک عوض داخل شوی. همه قدر روز گرمی است. گفت روز قیامت بسیار روز گرم است. ما خواستم آمادگی روز قیامت را بگیرم، نمیخوایم روز خالی داشته باش. حضرت عبدالله ابن عمر وقت عشق را میبینه، وقت شجاعت را میبینه، وقت ایثار را میبینه، وقت محبت این بنده چوپان را نسبت به الله میبیند، دوست دارد که بیشتری را امتحان بکنه. برش میگه که ما خو آمدیم مهمان هستیم، مهمان شما هستیم، به صحرا آمدیم، تو خو گوسفندای زیاد داری، از این گوسفندا یکیشو برای ما بفروش که ما اینجا بخوریم، پول هم میتیم برات. چوپان برش میگه که این خو گوسفندا مال من است، مال مالکش است. ای کاش که امروز مسلمان از خدا این اندازه میترسید، رشوت نمیگرفت، سود نمیخورد، مال مسلمان رو نمیخورد، مثل همین چوپان ایمان میداشت، مثل همین چوپان عشق به الله خود میداشت. امروز مال مردم هم مال من، مال خودم هم مال من، اصلا به حلال و حرام کس توجه نمی کند. بعد میگویند که دعا میکنیم، دعا اثر نمی کند. دعا از کجا اثر کند؟ با کدام لقمه؟ خدا که پاک است، انما یتقبل الله من المتقین، از متقیان را خدا قبول می کند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خدا پاک است، جز از پاکان از کس دیگر را قبول نمی کنه. بعد برش گفت که یک گوسفند برای ما بفروش. گفت این مال من است، مال من است، مال مالکم است. حضرت عبدالله ابن عمر گفت چه مشکل داره؟ بهانه بسیار، بهانه زیاد است. یک گوسفند به ما بفروش، بعد به مالکت بگو گرگ خورده، به مالکت بگو خودش مرد. بهانه بسیار است. در همین لحظه چوپان پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکند، نمیشناسد که این چه کسی است، چه مردی است. پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکند، روی خود را به طرف گوسفندانش صدا میزنه فأین الله، فأین الله، ای الله، همون ترسی که چوپان داشت خدایا به دل ما هم بیانداز که وقت معصیت بگویم فأین الله، فأین الله. وقتی گوشی را باز بکنی ببینی که معصیت از بگوی فأین الله، کامپیوتر را باز بکنی معصیت از فأین الله، در گوشه کوچه تنها با دختر روبرو شوی بگوی فأین الله. وقتی این ترس به دل من و تو آمد، باز من و تو عزیز میشیم. عزیز من،
این چوپان به طرف گوسفندان خود حرکت میکرد، گفت اگر گوسفند را به تو بفروشم مالکم نمیبیند خدا کجاست؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشید، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، بر این دل ناتوان ما رحمت کن، در سینه دردمند ما رحمت ده، بر دیده اشک و بار ما رحمت کن. وقت شناخت الله آمد، تو گرمی نمیگی، باز سردی نمیگی. محبت الله گرمت میکنه در سردی، سردت میکنه در گرمی. عزیز من، حضرت عبدالله ابن عمر بعد از این که چوپان حرکت کرد در پیش خود زمزمه میکرد فأین الله فأین الله فأین الله، چشمانش پر از اشک شده بود. عزیز گرامی، عزیز دل، تو چی فکر کردی پیری چی هست؟ بعضی ها فکر میکنن پیری امی است که موی سر سفید شود، ریش سفید شود. پیری آن نیست که بر سر زند موی سفید. هر جوانی که به دل خود عشق ندارد پیر است. جوانی که خدا نمیشناسد، جوانی که دلش درد الله ندارد، جوانی که دلش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیسوزد، جوانی که علاقه به نماز ندارد، پیر شده. پیر اگرچه سنش به 14 و 15 هست، چنان افسرده و غمگین است مثل پیرها هستند، ولی اون پیری که سنش به 80 رسیده است، دلش با محبت خدا تازه است، اون جوان است.